رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون جنت، بهشت، شمه و قطره فقط بیان شد. فقط هدف این بود که ما بفهمیم و بدانیم که فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت در ماه مبارک رمضان باز هست. در این جلسه پیرامون غلقت ابواب الجحیم، مسدود شده در ماه مبارک رمضان دروازه های جهنم. همانطوری که گفتیم خیلی ها وصف جنت را نمیدانند و این را باید بگوییم، خیلی ها از عذاب جهنم بیخبر هستند. این حرف ساده ای نیست که در ماه مبارک رمضان دروازه جهنم، دروازه های جهنم مسدود میشه، بسته میشه. یک ماه کامل راه جهنم مسدود هست. جهنم کجاست؟ جهنم چیست؟ اهل جهنم کیا هستند؟ و این آتش جهنم چگونه حرارتی داره؟ ما صریح میگذاریم، میگیم دوزخ، جهنم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. همانطوری که ذوق و شوق داریم که ما اهل جنت و اهل بهشت باشیم، باید خیلی پریشان و نگران باشیم که نشه که خدای نکرده ما جز جهنمی ها قرار بگیریم. خاتمه مستور هست، خاتمه خیلی پوشیده هست. باید انسان بین خوف و رجا باشه، هم امیدوار باشه و هم ترس در دل داشته باشه. پس به این نکته ای که در رمضان، در این ماه مبارک رمضان دروازه های جهنم مسدود هست، جهنم را باید یک مرور موجز و کوتاه و خلاصه داشته باشیم. حرارت جهنم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: آیا حرارت جهنم را می دانید؟ آیا آتش جهنم نسبت به آتش دنیا متفاوت هست؟ آتش دنیا، آیا کسی هست طاقت داشته باشه دست خود را در آتش بمانه، داخل آتش داخل بشه؟ در دنیا کوههای آتش فشان هست که آهنهای بزرگ وقتی در او انداخته میشه ذوب میشه،
او آتش دنیاست، آتشی که امروز در گازها و در بالآخره با روش‌های مختلف می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم. آتشی که توسط گاز هست، آتشی که توسط سنگ‌های کوههای آتش فشان هست، آتشی که با هیزم و با کنده و با اینهاست. آیا طاقت این عذاب، طاقت این آتش برای کسی هست؟ هرگز. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند آتش جهنم نسبت به آتش دنیا 69 درجه بالاتر هست. 69 درجه. یعنی این آتش دنیا 69 برابر درجه و حرارت پیدا بکنه، هنوز هم به آتش جهنم نمیرسه. خیلی سخته، خیلی سخته. این برای کی آماده شده؟ الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه اعدت للکافرین. این آتش جهنم برای کفار آماده شده، برای مشرکین آماده شده. چون کسانی که پشت به طرف الله کردن، اللهی که همه نعمت را داده الله را نشناختن، الله سبحانه و تعالی میگه اعدت للکافرین. جهنم و حالت جهنم الله سبحانه و تعالی در سوره المعارج در آیه 11 تا آیه 16 اشاره میکنه پیرامون جهنمی ها. میفرمایه یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. آنهایی که در جهنم میسوزن، آنها چی خواهشی دارن؟ آنها در حالی که یبصرونهم با همدیگر نگاه میکنن، با همدیگر نشان داده میشوند. یود المجرم، آرزوی مجرمینی که در جهنم هستن اینه که لو یفتدی، اگر لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آرزوی این مجرمین اینه که دوست دارن، آرزو میکنن که خویشتن را از این آتش نجات بدن. به وسیله کی؟ اونهایی که با فرزندان خود فخر میکردن. آیا اولاد اونجا نجات میده؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون و صاحبته و اخیه، زن و فرزند خود را نجات بدن یا این که اینها را وسیله نجات فکر کنن؟ چنین نیست. و فصیلته التي تؤویه، و قبیله‌ای که در از او افتخار میکردن و پناه میبردن. قبیله بیای نجات بده، قوم بیای نجات بده. اینهایی که میگن قوم من، قبیله من، افتخار به قوم و به قبیله و افتخار به اولاد زیاد و یوم لا ینفع مال ولا بنون. ادامه آیه میفرمایه و من فی الارض جمیعا، و من فی الارض، همه آنهایی که روی زمینن، همگی دست به دست هم بدن که بیاین این مجرم را از جهنم نجات بدن. ثم ینجیه، که او را بعد از آن نجات بدن. کلا کلا، هرگیز چنین نیست. انها لظا، انها لظا، این شعله های آتش سوزان هست. نزاعة للشوى، که پوست از سر و صورت را میکنه. الله اکبر. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، حالا میدانی که در رمضان دروازه های کجا بسته شده؟ کلا انها لظا
نزاعة للشوا. آتش جهنم پوست میکنه. آتش جهنم ساده نیست. الله سبحانه و تعالی در این رمضان دروازه های جهنم، دروازه های این مکانی که الله فرموده فبئس، بد جایگاه است، مثوى المتکبرین، که جایگاه متکبرین و ظالمین و کفار هست، بد جاییه. فبئس المصیر، بد راهیه، راه خوبی نیست. الله سبحانه و تعالی این راه را مسدود کرده، در رمضان بسته کرده. و غلقت ابواب الجحیم، دروازه ها را محکم بسته. الله سبحانه و تعالی هر شب در رمضان اهل جهنم را نجات میده، چون رحمت پروردگار عالم در این ماه دهه اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر نجات از آتش جهنم. پس این جهنم هست. ساده فکر نکنید که جهنم، الله سبحانه و تعالی در این آیه وقتی میفرمایه کلا انها لظا نزاعة للشوا، این آتشیه که پوست میکنه. وقتی پوست کند، پوست سوخت، چی میشه؟ آیا به حال خود شخص رها میشه؟ آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرمایه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هر وقت پوست جهنمی سوخت، الله سبحانه و تعالی تبدیل میکنه پوستش را به پوست دیگری تا اینکه عذاب را درست و صحیح درک بکنه. الله سبحانه و تعالی وقتی از جهنم بیان میکنه میگه فاتقوا النار التي، بترسید از آن آتشی که، از آن جهنمی که وقودها الناس، آتشگیره هایش کیست؟ الناس، مردمان هستند، والحجار، سنگ ها هستند، اعدت للکافرین، آماده شده برای کفار، برای اونهایی که الله را نمیشناسند، برای اونهایی که پشت به الله کردن، برای اونهایی که برای الله شریک قائل شدن. عذاب خدا خیلی سخته، جهنم خیلی سخته. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند آسانترین و سبکترین و خفیفترین عذاب جهنم این است که یک جوره کفش به پای شخص میشه، از کف پا تا فرق سر می جوشه. لا اله الا الله، اعوذ بالله. آسانترین، خفیفترین عذاب الهی که نصیب اهل جهنم میشه. حالا این عذاب سختش چگونه هست؟ عذاب شدیدی که در قرآن گفته چگونه هست؟ عذاب عظیم و مهین و علیمی که در قرآن گفته شده چگونه هست؟ در ماه مبارک رمضان الله سبحانه و تعالی دروازه جهنم را بسته و گفته و غلقت ابواب الجحیم. اگر نگاه کنیم به آیات دیگر که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ان الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا. چی کسانی وارد جهنم میشه؟ کسانی که آیات الله را تکذیب کردن، آیات الله سبحانه و تعالی را مورد استهزاء و تمسخر قرار دادن. جهنم جای کسیه که رمضان آمده هنوز پشت به الله داره، هنوز استهزای دین داره، هنوز دین را تمسخر میکنه. جهنم از آن اوست. اما تو کسی که هر گناهی کردی در رمضان رجوع کردی به سوی الله سبحانه و تعالی، دروازه های بهشت بروی تو باز شده، تو اهل جنت هستید.
الله سبحانه و تعالی بیان میکنه اهل جهنم کیا هستن؟ چی کسی در جهنم هست؟ مشرک. الله سبحانه و تعالی همه ما را جز موحدین واقعی داشته باشه و در راه توحید ما را ثابت قدم داشته باشه. الله سبحانه و تعالی می فرماید انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. کسی که با خداوند شریک بورزه جنت را برای خود حرام کرده و جایگاه خود را جهنم قرار داده. جهنم جای کیست؟ جای کفار. اعدت للکافرین. جهنم جای کیست؟ جای متکبران، انسانهای متکبر، انسانهای خودخواه. الله سبحانه و تعالی میفرماید فبئس مثوى المتکبرین. جهنم جای کیست؟ جای ظالمین، انسانهایی که ظالمن. جهنم جای اونهاست. انسانهایی که ظلم میکنن، ستم دارن، جهنم جای اونهاست. دیگه جهنم جای کیست؟ خیلی مهمه. وقتی که پرسان میشه از اهل جهنم ما سلککم فی سقر، چی میگوین؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. میگوین ما نبودیم از جمله نمازگزاران. بی نمازان جایشان جهنم هست. کسانی که نماز نمیخوانند جایشان جهنم هست. کسانی که در نماز خود غفلت میورزند جایشان جهنم هست. به صراحت الله بیان میکنه ما سلککم فی سقر، چی چیز شما را در جهنم داخل کرد؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. ما نماز نمیخواندیم و برای مساکین کمک نمی کردیم. توان داشتیم و کمک نمی کردیم. توان داشتیم و نماز نمی خواندیم. پس بناهن از جمله کسانی که اهل نار هست و جهنم هست دیگه کیست؟ زنانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را به ما معرفی کردند. رسول معظم اسلام می‌فرمایند از جمله کسانی که اهل نار و جهنم هستند و بوی بهشت به مشام اونها نمیرسه، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن كان ريحها ليجدوا من مسيرة كذا وكذا أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الله نجات بده خواهران مسلمان ما را. الله نجات بده دختران مسلمان را. الله نجات بده دختران و زنانی که اگر به این حالت گرفتار شدن. گوش کن خواهر مسلمان، زنانی که اهل نار هستند دارای این صفت هستند: کاسیات عاریات، پوشیده هستند ولی لباس چسب و نازک، یا اینکه لختن یا اینکه پوشیده اندامشان برآمده هست. کسانی که میل دارن به طرف رجال، به طرف مردان، و کسانی که مائل هستند تا خود را شبیه مردان بسازند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اینها زنانی هستند که موهای خود را بر پشت سر خود مثل کهن شتر بسته می‌کنند. نشانی های این چنین زنها را رسول الله دادن. اینها اهل نار هستند. اینها اگر توبه نکنن، اگر توبه کرد خوشا به حالش، محبوب الله میشه، دوست الله میشه. ای خواهر مسلمان، اگر تا به حال لباس چسب و نازک پوشیدی، لباس نیمه برهنه پوشیدی، این را بدان اگر توبه کردی محبوب الله میشی.
هر قدر انسان گناهکار در جامعه منفور باشه، وقتی توبه کرد محبوب الله میشه، به درگاه الله قبول میشی. الله توبه، دروازه توبه را باز گذاشته. اما اگر توبه نکرد این انسان و این چنین زنها و از دنیا رفتن، رسول الله میفرمایند که اینها بوی جنت هم به مشام اینها نمیرسه، در حالی که بوی جنت از مسیرهای دور 500 سال که انسان به جنت بمانه، چون روز قیامت روزیه که 50,000 سنه 50,000 سال هست، 500 سال به جنت ماند، بوی جنت را شخص استشمام میکنه. اما این زنها بوی جنت را هم نمیبینن. پس بناهن عذاب الهی، جهنم خیلی سخته. باید ما جهنم درست و صحیح بفهمیم و بدانیم که به مجردی که به گناه و معصیت چند لحظگی و خوشگذرانی چند روزی دنیا برابر میشیم، متوجه باشیم که این گناه و این لذت فانی نمیارزه که انسان به عذاب جاویدان و به عذاب طولانی و به عذاب یک ساعته حتی جهنم برابر بشه. عذاب جهنم خیلی سخته. جهنم قهر پروردگار هست، غضب پروردگار هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید و ادخل الجنة فقد فاز. کسی که وارد جنت شد کامیاب شده هست، اما کسی که وارد جهنم شد فقط اخزیته، خار شده، ذلیل شده. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه مطالعه کنیم قرآن را، تلاوت کنیم قرآن را، خود را آشنا کنیم به معنا و مفهوم قرآن، ببینیم طعام جهنمی ها، لباس جهنمی ها، زندگی جهنمی ها در جهنم. والله هر قلبی به تکان می افتد. رسول معظم اسلام با او عظمت و بزرگی دعا می کنن اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم. خدایا پناه می جویم به تو از عذاب جهنم. همه ما باید این دعا را داشته باشیم. اللهم انا نعوذ بک من عذاب جهنم. پروردگارا به تو پناه می جوییم از عذاب عظیم و علیم و مهین تو. پروردگارا همه ما را از عذاب جهنم نجات بدی و همه ما را به فضل و کرم خود وارد جنت الفردوس، آن جنتی که گفته میشه وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. خدایا ما را از عذاب جهنم و از اعمالی که سبب دخول جهنم میشه ما را نجات بده و ما را حفظ کن و بر ما توفیق بده که عمل انجام بدیم که او عمل سبب رضایت تو بشه و ما را به فضل و کرم خود وارد جنت و رهسپار جنت بگردان. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا